با سلامی دوباره به بیننده عزیز رادیو آزادی شعله گل خوجا هستم با سرخط خبرهای مهمی. امروز جمعه 1 ایون، امروز روز 1 ایون است، اول تابستان امساله و میبینیم که باد و هوای خبری در تاجیکستان چگونه است. همین لحظه ها در شهر دوشنبه نشست شورای رهبران حکومت های کشورهای مشترک المنافع شروع شده است و همکاران ما در اون محل حضور دارند و میگویند که قبل از آغاز نشست امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سخنرانی کرده است و تا شروع برنامه همکاران ما این موضوع را پیگیری میکنند و فکر میکنیم که برای شما تفصیلات این سخنرانی و همین گونه مسئله هایی که در این نشست رهبران حکومت های کشورها مطرح می شود خواهیم گفت. اما تا این دم در رابطه با باز یک زد و خورد مرزی میان ساکنان واروخ اصفهان و بادکند قرقیزستان برای شما میگویم که گفته می شود این بار بحث بر سر راه بوده است میان ساکنان دو کشور و این هم در حالی است که تنها در 4 سال اخیر در همین منطقه بنابر تنش‌های مرزی چند نفر کشته شدند. تفصیلات رو شما در برنامه خبری میتوانید بشنوید. و در سال رشد سیاحی در تاجیکستان 2 کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان را از وظیفه گرفتند و یک نوار رشوه‌ستانی آنها در شبکه‌های اجتماعی از سیاح خارجی باعث شد که اجنسی ضد فساد نسبت این 2 نفر تفتیش را آغاز کند. اگر میخواهید در این باره بیشتر بدانید پس از 3 ساعت دیگر ما را در برنامه خبری رادیو آزادی همراهی کنید. و سرکو در پی حکم دادگاه در ولایت ختلان، یک زنی که طول چند سال بنابر زمین یک بحث داشت و اخیراً دادگاه این بحث را با جانب طرف مقابل حل کرد. زن تصمیم گرفت که سرکو بنوشد. بعداً چی شد شما در برنامه با ما بیاید و حتما سرگذشت این زن رو برای شما قصه خواهیم کرد و همین گونه خواهیم گفت که در تاجیکستان در دادگاه ها بیشتر از همین مسئله های زمین مطرح می شود و مردم میگویند که در پی حکمای دادگاه اکثرا به خانه و در و به زمین میمونند. و موضوع دیگری ما نیز به دادگاه ها داخل دارد، یعنی چرا تا کنون در تاجیکستان مردم نه به دادگاه های حکمی بلکه به دادگاه های دولتی مراجعت میکنند برای حل بحث هایشان، در حالی که آربیتراژ دادگاه حکمی وقتی که حکم برآورد حکم آن نهایی است و وقتی که شما به این دادگاه مراجعت کنید بحث شما میتواند تیزتر حل شود. برای چی در برنامه ما یک گزارش ویژه داریم که پیشنهادی شما خواهیم کرد. به طور هم سحر من برای شما گفته بودم امروز 1 ایون است، روز بین المللی کودکان و در پی این روز یا در پس منظر این روز ما در برنامه از حیات کودکان تاجیک برای شما قصه خواهیم کرد. خلاصه بعد از 3 ساعت دیگر ما رو منتظر باشید در آزادی ویدیو که کانال مخصوص ما در یوتیوب است و همین گونه در www.azadi.org صفحه رسمی ما یعنی صفحه رادیو آزادی. و اگر شما نتوانستید پخش مستقیم برنامه ما رو تماشا کنید پس ما رو در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید چون ما ثبت برنامه رو در اونجا میگذاریم. حتما پیش از آن که برنامه شروع شود و من بار دیگر در روبروی شما قرار بگیرم به همه شما تشکر میگم که خبرهای رادیو آزادی رو پیوسته پیگیری میکنید، فکر و نظر خود رو در رابطه با گزارش‌های ما برای ما مینویسید و هر خبری هم که پیدا میکنید و یا نواری هم که پیدا کنید به ما ارسال می‌دارید. با امید همکاری بیشتر من شما را بعد از 3 ساعت